آقای دکتر شما راهکارتون چیه برای مقابله با این بحران آب؟ بحران آب هیچ چاره‌ای نداریم. هیچ چاره‌ای نداریم. آقای پزشکیان، دولتش، مجلس ظرف 5 سال آینده باید 40 میلیارد متر مکعب مصرف رو کم کنن. شدنی هست؟ حتما باید بشه. ببین یکی از که یکی بیماری سرطان داره، میگن که باید عمل جراحی بشه و یعنی 2 ماه میمیره. حالا عمل جراحی بشه 15 سال میمونه. این توانایی و عزم در دولت پزشکیان می‌بینی؟ ببین من توانایی رو در حکومت باید ببینیم. حاکمیت باید بخواد که این سرزمین زنده بمونه. بله. دولت ها مکلفن سرزمین رو زنده نگه دارن. مکلفن. مثل این میمونه که بچه شما 7 سالشه، چون خوشش نمیاد بره مدرسه میگه مامان جون من تو خونه باشم بهتره، مامان جونش هم میگه باشه باش تو خونه. اینجوریه. دل بخواهی که نیست که کشور با دل بخواهی اداره نمیشه. مردم رو باید توجیه کنن. مردم باید بدونن که ببینین از شیپور رو از دهن گشادش ما داریم میزنیم. نه اینکه آب شرب الان مشکل دارن. همه تبلیغات بیلبوردها مثلا ببندیم. مثلا این شیر آب باز میکنین دوش میگیریم مال 10 نفر آدمه. این چاره کار نیست. این کمکاری وزارت نیرو. ما نباید بحران آب و شرب داشته باشیم، ولی بحران آب بله با این مصرفا خواهیم داشت. بحران آب با آب و شرب 2 چیز مختلفه. ما برای آب شرب هیچ محدودیتی نداریم، چون سوء مدیریت بوده، آمادگی پیدا نکردن، تصفیه نکردن، شبکه هاشون رو کنترل نکردن، میندازن گردن ملت. ولی آب کشور رو ما باید کم کنیم. کجا باید کم کنیم؟ تو بخش کشاورزی.